سلام بیننده عزیز و امیدوارم که هفته نو را به خوبی آغاز کرده باشید. برنامه نویدی بامدادی است که با آخرین خبرها از رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. مولا رجب یوسفی هستم. تمام 10 دقیقه دیگر همراهتان. امروز 12 ایول است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها. عید قربان در تاجیکستان 20 ایول برگزار می شود. هلاکت 5 نفر و خراب شدن قریب 200 منزل. آخرین آمار ضرر از زمین لرزه در منطقه رشت و منتخب ایتالیا قهرمان اروپا 2020 شد. عید قربان در تاجیکستان روز 20 ایول تجلیل خواهد شد. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان یک روز پیش در صحبت به رادیوی آزادی گفت بر اساس ماهشماری های اسلامی عید قربان روز 20 ایول فرا می رسد. او گفت روز 13 ایول در جلسه شورای علمای کشور با مشخصات روز عید را رسما اعلان خواهند کرد. امروز در تمام عالم اسلام روز 1 ماه ذوالحجه است. اگر امروز 1 ذوالحجه است پس حتما روز 20 ایول روز عید قربان است، گفت مفتی تاجیکستان. سال گذشته عید قربان در تاجیکستان به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بدون نماز دست جمعی برگزار شده بود. برای برگزاری نماز دست جمعانه در عید رمضان در 13 می امسال مقامات اجازه داده بودند. آن زمان مقامات میگفتند که در کشور کرونا ویروس نیست، ولی حالا به گفته ساکنان و مقامات سرایت به کرونا ویروس در کشور افزایش یافته است. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما گفت که برای برگزار نمودن نماز دست جمعی عید قربان منتظر توسعه استادی مقابله با کرونا ویروس هستند. قربان یکی از دو عید اساسی برای مسلمانان است. در این روز ساکنان بعد ادای نماز به منزل‌های همدیگر می‌روند و آنهایی که قدرت و توانایی دارند قربانی می‌کنند. همه سال در عرفه عید قربان مراسم حج نیز برگزار می‌شود و بیش از 2 میلیون مسلمان برای این خاطر به عربستان سعودی سفر می‌کنند، ولی اینک 2 سال است که با دلیل پاندمی کرونا ویروس مراسم حج با شرکت تعداد خیلی کم برگزار می شود. مقامات تاجیک آخرین آمار ضرر زمین لرزه در منطقه رشت را اعلان کردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده در خبرنامه گفت که در پی زمین لرزه صبح 10 ایول 5 نفر به هلاکت رسیدند که 4 نفرشان نورسان می باشند. در این حادثه 16 نفر جراحت برداشتند و به بیمارخانه انتقال یافتند. طبق حساب‌های پیشکی مقامات زمین لرزه تنها در جماعت لنگر ناحیه تاجیک‌آباد به 29 خانه شهروندان ضرر رسانده است. از این 7 خانه پره و باقی منزل‌ها قسماً خراب شدند. زمین لرزه همچنین 14 خانه ساکنان در ناحیه رشت را پره خراب کرده، منزل 131 نفر را قسماً آسیب رسانده است. در ناحیه رشت بیش از همه جماعت اسکلان آسیب دیده است که به گفته مقامات 53 منزل ساکن این جماعت در پی زمین لرزه ضرر دید. بجز از ناحیه تاجیک‌آباد و رشت اینچنین منزل یک ساکن ناحیه سنگوار هم در زمین لرزه خراب شده. خانه یک باشنده دیگری ناحیه قسماً آسیب دیده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده در خبرنامه گفت در جای حادثه کمیسیون جمهوری فعالیت می‌کند. اطلاع بیشتر از منطقه رشت فعلا دسترس نیست، ولی ساکنان آفت زده در کشور بارها از دریافت نشدن کمک ضروری شکایت کرده بودند. زمین لرزه سخت صبح 10 ایول بسیار از منطقه‌های تاجیکستان را تکان داد. ساکنان گفتند لرزش زمین را در پایتخت در شهر دوشنبه هم احساس کردند. به اطلاع بخش زلزله سنجی اکادمی علم‌های تاجیکستان زمین لرزه در 20 کیلومتری مرکز ناحیه رشت تاجیکستان به وقوع آمده است و شدت زلزله از روی جدول ریختر 5.9 بال بود. دسته منتخب ملی فوتبال ایتالیا که در بازی نهایی بر منتخب انگلیس از روی سلسله پنالتی یا جریمه 11 متری به حساب 3-2 پیروز شد، با عنوان قهرمانی اروپا 2020 دست یافت. زمان اساسی و اضافی دیدار با حساب مساوی 1-1 به آخر رسید. بازی نهایی میان دسته های منتخب ایتالیا و انگلیس شب 11 ایول در ورزشگاه ومبلی لندن با حضور 67,000 تماشابین برگزار شد. حساب را در ابتدای نیمه اولی دیدار در دقیقه دوم لیوک شاو حمایتگر 25 ساله منتخب انگلیس کشاد و توپی
وای توپی به نزد دروازه ارسال کرده هم دستش را به هدف رساند. ضمناً این زودترین گل در تاریخ فینال قهرمانی اروپا می باشد. اینچنین این اولین گل شو بازیگر باشگاه منچستر یونایتد در هیئت منتخب انگلیس به شمار می رود. در نیمه دوم دیدار در دقیقه 67 لیوناردو بونوچی حمایتگر 34 ساله باشگاه یوونتوس حساب را برابر کرد و توپ را از مسافت نزدیک به دروازه زد. زمان اساسی بازی با همین حساب به پایان رسید و در 30 دقیقه زمان اضافی نیز حساب تغییر نیافت. غالب را سلسله پنالتی معین کرد. در زدن ضربه های 11 متری کار فوتبال بازان ایتالیا آمد کرد و آنها بر حساب 3-2 غالب آمدند. به این ترتیب منتخب ایتالیا با رهبری سرمربی روبرتو مینچینی بار چهارم در تاریخ خود به فینال قهرمانی اروپا راه یافت و بار دوم قهرمانی اروپا شد. قهرمانی اروپا 2020 میبایست تابستان سال گذشته برگزار میشد، اما بنابر پاندمی کرونا ویروس مسابقه به سال 2021 موقوف گذاشته شد. بازی ها از 11 ایون تا 11 ایول در 11 ورزشگاه 11 شهری کشور اروپا برگزار شد. در قسم نهایی قهرمانی اروپا 24 دسته منتخب ملی قاره شرکت کردند. مقامات ترکمنستان در پی تشنج افزا در افغانستان نیروهای احتیاطی را در شهر اشخاباد به حالت آماده باش درآوردند. به اطلاع بخش ترکمنی رادیوی آزادی، مقامات این کشور چند روز پیش نیز جایگیرکنی تکنیک‌های وزنین نظامی، چرخبال و زیره‌پوش‌ها را در نزدیکی مرز با افغانستان آغاز کرده بودند. قسم نظامی که در شهر مری قرار داشت به منطقه هممرز با افغانستان کوچانیده شد. در این باره یک منبع بلندپایه در نهاد امنیتی ترکمنستان خبر داد. مری در 400 کیلومتری سرحد آباد گذرگاه اساسی مرزی ترکمنستان با افغانستان جایگیر است. در همین حال رسانه‌ها از دعوت شدن نمایندگان طالبان به اشخابات خبر می‌دهند. نماینده رسمی گروه در قطر محمد نعیم برگزاری گفتگو در اشخابات و بررسی شدن مسائل امنیتی را میان جانب‌ها تصدیق کرد. ترکمنستان با افغانستان 800 کیلومتر مرز مشترک دارد. روز 10 ایون 752 نفر پس از سیرت به کرونا ویروس در روسیه درگذشتند. در یک ماه اخیر تعداد گرفتاران و افراد فوتیده از کرونا ویروس در روسیه بیشتر شده است. روز گذشته در این کشور بیش از 25000 نفر به کووید 19 سرایت یافتند. ماه ایون بلندترین آمار گرفتاران 9000 نفر بود، ولی در ماه ایول این رقم از 20000 بیشتر شد. در روسیه صدها هزار مهاجر کره تاجیک کار میکنند که وضع این کشور به کار و زندگی آنها نیز تاثیر میرساند. سال گذشته در پی محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از پنجشوی کرونا ویروس هزاران مهاجر تاجیک جای کار خود را از دست دادند. بخش یک روز تاریخی را همکارمان خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 ایول را فرا میگیرد. 12 ایول سال 2009 مقامات گفتند میرزا زیویف، سابق وزیر حالتهای اضطراری و فرمانده پیشین نیروهای مخالفین کشته شد. مقامات میرزا زیویف را برای گذشتن به سوی گروه مسلح نعمت عزیزов متهم در حمله به پاسگاه پلیس در ناحیه طویل دره ایبدار کردند، ولی همسفان زیویف گفتند شرح رسمی صلح‌های زیاده ایجاد میکند. 12 ایول سال 2017 پارلمان به کارمندان حفظ قانون اجازه داد که در کار تفتیشاتی و اپراتیوی از اطلاع کامپیوتری و سایت‌های و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. سال 2012 بکسابور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان گفت برای بازرسی سامانه‌هایی که درباره تاجیکستان می‌نویسند و یا دست به تحقیر و تهمت شخصان معروف می‌زنند یک گروه بازرسی تأسیس می‌دهد. این همه اقدام‌ها چون تلاش‌های قدم به قدم تحت نظارت درآوردن فعالیت‌های شهروندان در اینترنت انتخاب شده است. 12 ایول سال 2010 از شورای علما و امام خطیبان دعوت شد که مانعی به مسجد رفتن نابالغان شوند. سال بعد این را قانون هم منع کرد. مقامات گفتند برخی کودکان به جای مکتب به مسجد و مدرسه می روند، ولی حامیان حقوق این را پایمالشوی آزادی‌های دینی نامیدند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 12 ایول چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامداد اینجا به پایان میرسد. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.